گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یعنی ای الله که تو صاحب این دعوت کلمه و نماز خواندنی هستی، عطا فرما محمد صلی الله علیه و سلم را وسیله و فضیلت و او را بر مقام محمود متمکن فرما، مقامی که با ایشان وعده فرموده ای، همان تو وعده را وفا خواهی کرد. روایت بخاری.